برای سایه زدن شیشه اولین کاری که میکنیم اینه که منبع نورمون رو مشخص میکنیم که جهت نور از کدوم طرف بوده. آنالیز خاکستری میکنیم اصطلاحاً، یعنی قسمتی که تیره میشه رو از قسمت روشن با یه خط کمرنگ جدا میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم کل شکل رو به صورت سیلوئت یا همون یک دست خاکستری میزنیم. بعد از اینکه خاکستری کمرنگ زدیم زیر کار رو، توی جهت خود شکل، در جهت خود شکل یعنی حالت منحنی و به صورت عمودی میایم داخل لیوان رو سایه میزنیم، خاکستری میزنیم. همیشه از کمرنگ به پررنگ میریم. من اون قسمتی که مایع داخل شیشه هست و اول سایش رو کامل میکنم. بعد از اینکه سایه اون مایعی که داخل شیشه هست رو کامل کردیم، میریم سراغ خود شیشه، در جهت خود شکل به صورت عمودی سایه میزنیم. قسمت هایی که نور زیاد داره رو میتونید نگه دارید، یعنی اول میتونید جدا کنید نگهش دارید، یا اینکه در انتها با پاکن پاکش کنید. همینطور که میبینید تو جهت خود شکل سایه میزنیم، کم کم تیرگی اضافه میکنیم. لبه های کار رو میتونید سایه بزنید، لبه های لیوان سایه میخوره، داخل خود شیشه سایه های تیره اضافه میشه و در آخر هم با پاکن میتونید نورا رو در بیاریم. نور توی شیشه به صورت خطای عمودی یا افقی ولی خیلی تیزن، اینو باید یادمون باشه، خطای تیز. و اینکه اگه شکلی پشت لیوان دارید که اون حالا یه رنگی داره به هر حال دیگه توی شیشه مشخص میشه، اونم باید لحاظ کنید توی بک‌گراندتون. حالا ما اینجا یه شکل ساده داریم که هیچ چیزی پشتش نیست، ولی اگه توی طرحی داشتید سایه میزدید که مثلا پارچه‌ای پشت شکله یا چیز دیگه‌ای، حتما باید سایه اونم لحاظ کنید.